ای جوان، آیا زمان توبه فرا نرسیده است؟ اینک تو در ایام جوانی و بهترین لحظه های عمر خود را سپری میکنی. بسیاری ها فریب جوانی خود را میخورند و میگویند باید از جوانی لذت حاصل کرد. پیر که شدم جبران میکنم و از همه گناهان توبه میکنم. این طرز تفکر به چند دلیل اشتباه و غلط است. اولا طولانی بودن امیدها و آرزوها از آفات بزرگی است که چون سنگ بزرگ در مسیر توبه قرار میگیرد که انسان را از توبه کردن باز می‌دارد. بنابراین تضمین و کفالت میگویی که اگر به سن پیری رسیدم توبه و عبادت میکنم. ابن جوزی رحمت الله علیه میفرماید بر انسانی که نمیداند چه لحظه در چنگال مرگ به دام میافتد لازم است که همیشه آماده باشد، فریب جوانی و سلامتی را نخورد، زیرا بسا اوقات پیران از جوانان دیرتر میمیرند. دوم این که جوان عزیز، اگر خداوند به تو عمر طولانی عطا کند و جوانی را پشت سر بگذاری و به سن پیری برسی، چه تضمین و کفالتی وجود دارد که موفق به توبه میشوی یا نه؟ بسا اوقات گناهان و معاصی چنان دل را سیاه میکنند که انسان موفق به توبه کردن نمی شود و گاهی ممکن است توبه تا آنجا و تأخیر بیفتد که مرگ و اجل فرا رسد و انسان هنوز به دام گناه گرفتار باشد. سوم این که چه تضمین و کفالت وجود دارد که در آن حالت پیری توان عبادت را داشته باشی، در حالی که قوه و نشاط جوانی را از دست داده ای. چون انسان به سن پیری می رسد صبر بر طاعت ندارد مگر کسی را که خداوند بر او رحم کرده باشد. استخوانها ناتوان و پوک می شوند و چشمان ضعیف و گوشها سنگین می شوند تا آنجا که انسان توان ادای فرضها را ندارد و این جوانمردی نیست که ایام جوانی را به هوای نفس و شیطان بگذاری و دوران پیری و ناتوانی را به طاعت پروردگار. چهارم این که لذت واقعی در انجام دادن گناه حاصل نمی شود، بلکه در طاعت و پیروی از امر پروردگار و پرهیز کردن از منهیات و چیزهای منع شده ممکن است. لذت و شیرینی از کام کسی که آن را از طریق حرام حاصل نموده است از بین می رود، فقط اثر گناه آن می ماند و در لذتی که پس آن آتش دوزخ باشد خیری وجود ندارد. پنجم این که روز قیامت از جوانی خود سوال می شوی که در چه راه آن را گذرانده ای. آن حضرت صلی الله علیه و سلم می فرمایند بنده روز قیامت قدم بر نداشته که از او 5 سوال می شود: از عمرش که در کجا فنا کرده است، از جوانی که چگونه آن را گذرانده است و از مالش که از کجا کسب کرده و به کجا آن را صرف نموده است و به علمی که داشته چقدر عمل نموده است. و یکی از 7 گروهی که روز قیامت زیر سایه عرش الهی قرار می گیرند جوانی است که در عبادت خداوند رشد کرده است. ششم این که بالفرض اگر در آخر عمر موفق به توبه و انابت شدی، با این تأخیر و دیر کردن در توبه درجه و مقام مقربین و صدیقین را از دست داده ای. انسانی که همت پایین دارد از خواهشات نفس پیروی می کند و به عفو و بخشش توکل می کند. برادر جوانم، حالا هم زمان توبه فرا نرسیده است؟ حالا هم انتظار هستی که در ایام پیری توبه می کنی؟ فردا که در محضر پروردگار جهانیان قرار گرفتی برای گناهان خود چه جوابی خواهی داد؟ برادر و خواهر جوان، پس بیا به خاطر خوشنود کردن پروردگار خود از تمام آن گناهانی که در پنهانی ها انجام میدادی و از گناهانی که آشکارا انجام میدادی توبه نصوح و صادقانه کن تا مورد رحمت پروردگار قرار گیری و کامیاب و رستگار شوی.